من و عنوان یک ایرانی کرد میهن پرست توام درباره قاضی محمد قصه بکن. کسی که اسم وگرد جمهوری مهاباد گرگ خواردیه. قاضی محمد ارای تجزیه طلبه جور یک قهرمانی ده، ولی واقعیت تاریخ فره پیچیده تر و روایتیل ساده و احساسیه. قاضی محمد قاضی شهر مهاباد بیه و سال 1324 خورشیدی یکی بنیانگذاری حزب دموکرات کردستان ایران بیه. خاندان قاضی محمد اصالتا گرجی بینه. جد قاضی محمد و گرجستان هاتیه و زمانی که حکومت بوداق السلطان و گرجستان بی هاتن است ساوج بلاغ مکری که مهاباد الان بود. قاضی محمد به طرف حزب کمونیست استالین موظف بیه و ناو کردیل لشمال و غرب ایران فعالیت بکید و کردیل ترغیب بکید ایجاد کردستانی مستقل. قاضی محمد خوی رئیس جمهور مهاباد اعلام کرده ناو خوی و گرد حمایت شوروی گروهی تشکیل دا و ناو شورای جنگ به اسم شورای جنگ تا علیه حکومت پهلوی فعالیت بکید. قاضی محمد 10 فروردین 1326 خورشیدی و خواست مردم مهاباد و ارسال تلگراف تحت فشار مردم، فشاری که به دولت مرکزی ها آوردن، موفق بین که اعدام بکن. موافق اعدام قاضی محمد بینه، در حالی که محمد رضا شاه فقید موافق ای اعدام نیوه. برخلاف باور تجزیه طلبه، محمد رضا شاه هیچ نقشی و اعدام قاضی محمد نیاشته. اسناد و مدارکیش هست. خواهش کم ولدان بدون تحریف و بدون احساسات افراطی تاریخ بخوانن. ایمه کردید بخشی و ملت ایرانی من. هویت ایمه در کنار ایران معنات داره، نه در مقابل و روبروی ایران. بجی ایران، بجی شاه رضا پهلوی.